مجازات تمومه. نه آخ الان بردی دوباره. نه زن خوشو بده. سلام بچه ها، خوش اومدیم به ویدیو دیگه. از اونجایی که همتون توی کامنت ها بهم گفته بودین که چالش فرار چسب رو برم، امروز اومدیم با یه چالش فرار چسب که مجازاتش هم اینه که هر کی زمان کم بیشتری رو بتونه چسبش رو باز کنه یه تخم‌مرغ تو سرش میشونه، که از همین اولم بگم برنده این بازی منم. این دفعه نمیذارم. تمومه کارت، تمومه. اینجا دو تا ویدیو کامل، نه یه دونه بازی، دو تا ویدیو کامل باختی. تمومه. در بین شما لطفا کارتو نمی‌کنم. جا خالی دوست داشتم ولی نه جا خالی. چه اینجوری میکنه؟ دستای هنرجوی عزیزمون رو با چند کاغذی می‌بندیم، پاهاش هم می‌بندیم. هر کی تو زمان میشین دستان از ما گوش من در گرفته، چی برسه به بچه‌ها؟ هر کی زمان بیشتری رو سپری کرد واسه باز کردن چسب، اون بازنده است و شما بازنده‌ای. اینه. خب بچه‌ها کن. نه فقط چیزا رو نبند واقعا، این چون خودش مجازات نگفتی. گفتم. چی گفتی؟ گفتم تخم‌مرغ تو سرش تو میشی. تخم‌مرغ تو سرش؟ آره. خود گناه داری. برو. به پامو نزندی، پامو زدی. بیا. موهای دست و پامو نگیر دیگه. تو کادر نیستی این بار. اشکال نداره. آقا این بچه‌هایی که این کامنت ها رو گذاشتن همونا رو برام هم بگو نکن دیگه. آقا موهای پام از اون موقع در گرفت. تو گروگانی حرف نزن. به خالدت زنگ بزن بگو 10,000 یورو برای چی یه بار گم 10,000 یورو تکرار کن. 10,000 یورو گوگل به تو میخوره آخه. 100%. با اون سیسش ساکت. همین؟ خیلی. 3 2 1 برو. سعی دیگه نامردیه، چسب کاغذی نباید این کارو میکردم. تموم قطعش کن. نه اون نامردی. چه نامردیه؟ دوستان دیدن اینجا رو؟ زیر 10 ثانیه 4-5 ثانیه دیر زدی. حالا اشکال نداره. 4 قبول نیست. بازی لوس کردی. خنک قیزی هم میزنم میبرم. بابا من دوستم یه لحظه وایسا. تو از اونایی بودی که تو مدرسه همین میزنم ایه آقا معلم این هفته امتحان داشتیم میگی امتحان. خب باش، ولی من از دوستانی که کامنت میذارم بازی پیشنهاد میدم، من یه خواهش ازشون دارم. فیزیکی من 1-2 مرتبه تو ویدیوام هم گفتم آقا فیزیکی همه نذارید. جوره بردمت. الان بردی دو تا ویدیو کامل پکش باختی. همه دیدن که هواشو جرزنی کردی. آره آخه دست دادم من لاتمام. ای خب از اون موقع که هرچی بهش میگم موهای پا بیا پاچه همینجوری اینکه تو باز کنی سریع رفته دیگه همینه. شما با اون آستینای دورستون معلومه. منم بخوام آستین بارم بپوشم. والا بابا سعی منم بخوام. برو دیگه انتخاب کردی پا نفستو که میدی بیرون سعی کن داد بزن. برو جلو آینه جلوی. نه او چیه؟ نه ملکیه. دستتو بیار میخواد ببازه. این دیگه خب پاشو بعد دستت از بالا میدم. بیا بچه هم ببینم. میبینن دیگه. نمیبینن.
یعنی چه حرکتیه؟ خواهی چی بیا ها همین بده یکم بالا همین 5 ثانیه لطفا نگه 1001 1000 شما ببوس دست شما ببوس باش حالا نکن ببوس باشه ببوس. بیا پایین بس. بیا دست تو عقب دست باز کن خب همین تکون نده باز نکن دست اصلا تکون نکن بیا 3 2 1 آزاد شد باز کن بیا خب بزنیم ببینیم خب وقتی همونجا همه رو میکنی تابلو از اونجایی که ایشون جنبه باختن ندارن و دوباره کرنومتر زدم براش از روی خود ویدیو قبول نمیکنه و میگه یه بازی دیگه هم انجام بدیم ولی که شما این تخمو مال شماست اصلا ببین اصلا کلتم تخم مرغیه نگاه عالی نه الان نخیر بازی خب بچه از اونجایی که ایشون زیر بار باخت نرفتم و جنبه باخت نداشتم چالش چند سال پیش اینستاگرامو پیشنهاد دادن که الان میخوام اونو بریم خب این چیه با؟ این همونیه که مثلا دستو برمیداری هر کی دستش خود روی اون شیئی که اون زیره نگو چیه تو میدونی چیه؟ نه دستش خود روی اون شیئی که اون زیره تخم مرغ؟ نه تخم مرغ خب الان اینو یعنی چی مثلا من بردم تو دستو بزنی؟ تو خود اینو پیشنهاد دادی خب نه من چیز دیگه دیده بودم نه دیگه اینو برمیداری سریع با سرعت زیاد هر کی ناخودآگاه دست بابا تو چقدر این کی من میخواد دستم بره الان داشت میرم این دستم ها دست فکر دستم اینجا میدادی آره؟ نه اون اصلا همچین چیزی نیست بیا نه دیگه تو خب بیا من خیلی بالا حاجی این چیه تو خدا بابا همینه دیگه یه سنگ بازگشی خودت اینا پیشنهاد دادی پیشون بابا من دیدم ولی یه چیز دیگه بچه دیشب جای خونم تیراندازی شد نه این بخدا خب سریع خب نه نگاه می‌کردی بود اصلا بخوره این تصویر نمیشه سم از دست نره بالا مش سن یه بازش یه چیز دیگه یه بود جور دیگه خب بچه این ویدیوشو زرگم کوتاه بزنی اینجی بهم ده دیگه این دل بده خب بیا دل دل دادم اوکی؟ آره باختی تو خمار بابا خب با بازی خشنم بینجا فوت نکنی که ویدیو به چالش کشیده میشه خب مو آدم نگاه ویدیو رو ببینم خب این بازی کسی شروع نکن خب چه حسی داری؟ قصد رو به دوربین بشه وسط نیستی ها نه دوست داری تک دست برات بشکنم یا دو دست داری میخوام بزنم بزنی که راحت تر بزنم خب وایس حالا حرفی دارم بگو با یارو هم میخوان بکشم بالا میگن آخرین حرفتو بزن آخرین حرفتو بزن یه باری نه زدی نه زدی نشد دیگه مجازات دمه نه آخ خواه نکن دیگه
تخم برای مامان. خب نکن. باشو بریم. مامان نیم ساعت دیگه میاد و ببینه فرش اینجوریه به فاکمون میده. خوشو بیارم. همچه با کلت کیک درسته. گفتم یه بارم شما ببرید. ولی خدای حقت بود. آقا من یه اعترافی بکنم حالا که دیگه مامان میاد الان سر. زیر 3-4 ثانیه باز که من کورنمنت رو نگه داشته بودم. من که میدونم. ولی خیلی ابر نمیمانم. ولی خیلی باز شد. دیگه شما خریدید. خب بچه‌ها مرسی که ویدیو رو دیدین. اگه دوست داشتین حتما ویدیوهای قبلی رو ببینیم. به کانال سابسکرایب کنید، به دوستانتون معرفی کنید. آره بگین یه حمایتمون کنید. زیبای فیفی هستن، خوشگلن و نازن. اینجوری ماچ بهتون. می‌خواستم زیاد. یه نکته دیگه. مجازات هم برامون کامنت بذارید. آره مجازات هم بهم بگید. بابا من دست نزن تو مغز. آقا من باید برم یکی به نگاه ببین به ویدیو فکر کنم 40-50 من دیگه باید برم سمت اشکالی نداره. امضای کار منه. مثل اینا باید سوال کنم. مرسی که ویدیو رو دیدین. حتما اگه خوشتون اومد سابسکرایب کنید. چالش‌های دیگه هم کامنت بذارید. بله کامنت کنید که چه چالشایی بری. چالش‌های دیگه هم کامنت بذارید. بله کامنت کنید که چه چالشایی بری. مجازاتش هم حتما بگین. ماچ بهتون. خدا نگهدار.